این زن در چهارمین ماه حامله‌داری طفلش را از دست داده است. میگوید در شرایط پاندمی کرونا ویروس شدت روانی یا استرس، ترس و هراس و زیاد بند بودن طبیبان باعث شد که بعضی معاینه‌های حتمی را نگذارد. یکم روز رفتم تا به بیمارخانه را رسیدن دیدم که بیمارا بسیارند. دکترها بسیار بیماری را قبول میکردن. خود را بی‌ضبط حس کرده ترسیده به خانه آمدم. شبنم سبب دقیق مرگ طفلش را نمیداند و آن را به ترس زیاد وابسته میداند. بعضی طبیبان میگویند کرونا ویروس از زن حامله به طفل بطنش نمیگذرد، ولی در دوره پاندمی تجربه نشان داد که عامل‌های دیگری هستند که کودکان قبل از تولد آسیب می‌بینند. کارمندای ساحه طبی جمهوری تاجیکستان چون اکن ساحه ریپرودوکتیو کار می‌کنه ها، این اکوشرک ها، این دکتران مامادای اکشر گینکولوگ همشون برای کار در بین اهالی در دوره پاندمی جو روانه شده بودند. برای همین متخصصان نتونستند که فکری منبع در سری وقت کمکی لازمی رسانند. سال گذشته در تاجیکستان بیش از 230 زن حامله به کووید 19 آلوده شدند. به قول طبیبان زنهای حامله به گروه خف داخل می شوند و باید بیشتر متوجه خود و طفلشان باشند. روانشناس گلچهره توخسنова بر این نظر است که در شرایط پاندمی کرونا ویروس افسردگی زنهای حامله از ترس گرفتار شدن به این بیماری بیشتر شده است. ترس ففتیدن یا که ترسی که کودک از دست میتین و تولد کردن نمیتونن این خیل زنها رو به همین حالت گرفتار میکنن. این روانشناس مصلحت میدهد که زنها در دوره آبستن یا دوجانی بیشتر آرام باشند، از چیزی نترسند و اگر ذهنشان را چشمدار حادثه بد کنند برعکس به سلامتی خود و طفلشان ضرر خواهند رسانید. بنا به اطلاع اگنتی آمار تاجیکستان در 9 ماه سال 2020 در تاجیکستان فقط 1608 کودک تا سن 1 ساله ثبت شده است. این آمار در مقایسه به همین دوره 1 سال پیش بیش از 100 حالت بیشتر است.